درس‌های نابودی خود رو درباره آنالیز می‌کنیم. آنالیز چیز؟ این با زبان انگلیسی کالکولوس است یا اینکه بورسی ماتماتیکی آنالیز. ماتماتیکا درباره تغییرات است. یعنی تغییرات این چنین کلانشوی یا خردشوی مویسری شما یا اینکه بالانس پاسی آب و هوا گردش سر در کائنات درباره همه چیزی که درباره تغییرات است این با آنالیز ما میتونیم و رو فهمونده توانیم. یعنی درباره این البته که فلسفه آنالیز است. در آنالیز چیکار می‌کنیم؟ ما درباره فونکسیون خصوصیت‌های فونکسیون همه طرف‌های فونکسیون یعنی حاصله اینتگرال همه اونها رو دیده برآمده می‌شود باز و غیره بسیار چیزا. یعنی من در این درس‌ها بسیارتر با حاصله و اینتگرال می‌خوام درس بذارم. بیاین اول سعی کنیم درباره تغییرات گفتیم. یعنی بیاین اول با سرعت تغییرات دیده بریم. سرعت تغییرات این در اصل حاصله است. درباره حاصله برای حاصله فهمیدن بیاین از فیزیک یک مثال دیده بریم. فیزیک مثلا سرعت، ما سرعت رو چطور میافتیم؟ برای سرعت رو یافتم ما چیکار میکردیم؟ یا اینکه با اشارهش وی نشون دادیم مسافه طی شده تقسیم وقتی استفاده برده همینه. یعنی مثلا شما در اینجا سر کردن ساعت 12 و ساعت 100 کیلومتر رفتن، یعنی مسافه تقریبا 100 کیلومتر باشد در یک ساعت. یعنی سرعت شما چیست؟ سرعت شما 100 کیلومتر ساعت. خیلی ناز این ما چی یافتیم؟ سرعت میانه خود رو یافتیم. سرعت میانه بین دو این نقطه. لیکن اکنون ما میخوایم که یعنی سرعت میانه در کنیم ما میخوام که در همین نقطه سرعت چیست؟ وقتی که من 30 کیلومتر سرعت من چی بود؟ یا که من 50 کیلومتر رفتم سرعت میانه من نه. وقتی که شما ماشین رو های میکنید وقتی اسپیدومتر میونید سرعت شما چی است؟ ما میدونیم که در حیات چقدر است. وقتی که یک جا به دیگر جا میرین سرعت شما هم وقت 100 کیلومتر ساعت نیست. یعنی همه وقت منتظم نیست. ایوا شده مثلا سگ برای پیش شما کمتر سوس میکنید سرعت خود رو یا اینکه ببینید که گئی نیست تستر میروید. یعنی در اینجا ما چی میخوام یافتم؟ سرعت رو در یگان نقطه در یگان وقت من سرعت رو یافتم میخوام. سرعت تغییرات رو یعنی بین دو نقطه نه سرعت میانه نه اکنون من میخوام که یابم سرعت این سرعت میانه سرعت در یگان وقتی من مثلا شما های کرده ایستادین ماشین رو من به شما تلفن میکنم میگم که سرعت شما چند است بعد 10 دقیقه یا بعد 15 دقیقه همون سرعت رو یافتم میخوام و این رو ما با یاری حاصله مییابیم. این رو چه یافتن چه کار کردن؟ اساسا دو اساسگذاری همین آنالیز این عالمان نیوتن و لیبنیتز هستند. البته که در اینجا در آن وقت ماشین نبود و یا درباره همه سرعت درباره حرکت اومد دیده میبرآمدن. خیلی گفتن بیاین این مثال رو کار کنیم. چه کار کرده میتونیم؟ گفتن که بیاین رسمی حرکت رو کشیم. رسمی حرکت رو اگر کشیم وقتی میگردیم مثلا باز همون صورت میونه رو از روی گرافیک یابیم. مثلا دو نقطه گیرم این نقطه گیرم این چند وقت 5 است و در اینجا 300 و چه باشد بگذار این نقطه رو گیرم 8 و 600. صورت میونه بین این دو نقطه A و B گویم چه میابیم؟ مسافه که در B هست این 600 است مینوس 300 تقسیم 8/5 این میشه 300 تقسیم 3 باز همون چیز 100 کیلومتر ساعت 100 کیلومتر ساعت است. این باید دیگر این چی است؟ این سرعت میانه بین دو نقطه. اکنون ما چی میخوایم؟ ما میخوایم که یعنی همین در خود نقطه A سرعت من چند بود یا اینکه در این نقطه سرعت من چند بود. برای این رو کار کردن یعنی سرعت میانه کار کردن چی کار کردیم؟ موضوع این خط راست اگر کشیم ما چیکار کردیم؟ مسافه در نقطه B طرح مسافه در نقطه A تقسیم وقتی در نقطه B طرح وقتی در نقطه A بودش رو طرح کردیم و این خیلی یافتیم. اکنون گفتن که برای هر یک نقطه یافتن ما باید چیکار کنیم؟ با همین خط رو بیایم به یکدیگر نزدیک بیاریم. چقدر نزدیک میبریم؟ اگر ما همین نقطه رو به نقطه A بگذار نزدیک بیارم چقدر نزدیک آورده میتونم؟ اگر من مسافه بین دو نقطه A و B کم کنم مثلا بگذار بینشون 1000 باشد اگر من مسافهشون بین یکدیگر کم کنم یعنی خیلی کم کنم و وقتی بین اونها رو خیلی کم کنم من میتوانم سرعت در یک نقطه رو یابم. یعنی منطقی اساسی همین است. یعنی از سرعت میانه به سرعت
یگان وقتی یافتن میتونیم با همین منطق یا به این به چی مانند است؟ مثلا اگر شما روی زمین رو فکر کنیم این چقدر است؟ میدونیم که ما دایره شکل است، لیکن اگر وقتی ما این رو کلون کنیم، یعنی رسم کلون کنیم، همین نقطه میشه در آخر یک خطی راست. همین در همینجا مثلا فکر کنیم همین یک گرافیک دایره شکل فکر کنیم، در همین جا یعنی که در این نقطه یعنی خط کج نه، خط راست میشه. در حیات هم یعنی ما وقتی راه میگردیم در کوچه روی راست میگوییم، ما هم روی راست میگردیم. یعنی اگر در راه شکل کلون فکر کنیم این دایره شکل است، وقتی ما کلون کنیم این خط راست میشود. یعنی منطقی و همین است. یعنی وقتی ما همین دو نقطه رو با یکدیگر نزدیک میبریم یا اینکه کلون میکنم، مثلا شما کلون نمیکنن، رسم رو اگر مثلا در همین نقطه در همین جا اگر رسم رو کلون کنم یک خطی راست میشود. یعنی با همین منطقی صورتی میونم من میتونم همین صورت رو در یگان نقطه یافته تمامونم. و گفتن که چیکار کنیم اگر این دکتر ما نزدیک کنیم، یک اسباب نو، یک اینسترومنت نو باید تعریف کنیم و چی است؟ این لیمیت است. لیمیت رو تعریف کردم. درباره لیمیت بسیار هم درس گذاشته می شود، لیکن در اینجا من حوصله فقط دیدم میخوام. یعنی لیمیت رو گفتن که لیمیت رو استفاده میبریم. لیمیت چیست؟ دو نقطه رو با یکدیگر نزدیک آوردن. اگر ما همین دو نقطه رو با یکدیگر نزدیک بیارم، سرعتی در همون نقطه رو یافته میتونم. این البته که شکلی پیشینه است، شکلی با دیگر نمیدونم هست. گفتن که مثلا در این نقطه بگذار دو نقطه باشد، در نقطه A فونکسیش ما f a است و گفتن که بیاین این نقطه رو a جمع h باشد، a جمع h و در این نقطه B میشه شما f a جمع h. یعنی h در اینجا مسافه بین این دو نقطه خیلی کم است. همین میکنم که h لیمیت h به 0 نزدیک شود. 0 نمیشه، به 0 نزدیک میشه. 0 از میلیارد 0.001 همین میرود. یعنی همین اگر ما تعریف کنم با چیکار نوشته میتونم بین این دو نقطه صورت میانه فکر میکنم. یعنی من کلون کرده فکر کنم صورت میانه میشود a جمع h مینوس همین چیکار صورت میانه کار کردیم. این نقطه سرعت در این نقطه مینوس سرعت در این نقطه موازیت فونکسی فکر کرده ایستادیم. تقسیم a جمع فرق بین اینها چیه؟ h است. a جمع h مینوس h میشود. یعنی این شکلی دیگری نشانه حاصله است. یعنی همین فرمول دل و جگری حاصله، یعنی دل و جگری همین انالیز است درباره صورت تغییرات. بعد شما میدونین که حاصله ما چیکار نشون میتونیم با این شکل یا اینکه با این شکل. اینا هرچند حاصله معنا دارد. برای چی ما دو تا داریم؟ از سببی پیش گفتیم دو علم کار کرده بودن در هر خیلی وقت، در هر خیلی در جدا از دیگه، برای ببین هر دوشون با اشاره خودشون آوردن و هر دوشون استفاده میبرن. یعنی این است حاصله. بیاین یک مثال کار کنیم. مثال چیش ممکن بیاین مثال باشد چه حاصله x کوادرات رو یابیم. حاصله x کوادرات چیست؟ حاصله فونکسی x کوادرات چیست؟ حاضر حاصله فرمولاش چی بود؟ نویسیم لیمیت h به 0 میرود x جمع h مینوس f(x) تقسیم h و در یک نقطه، یعنی در اینجا ما فرمول چی گفته بودیم؟ در از این نقطه نگاه کرده بودیم، در همین نقطه حاصله ما برای همه نقطه x مونده میتونیم. اکنون جای فرمول، یعنی اگر من چی باید یابم؟ این رو باید یابم. این با چی برابر است؟ جای x جمع h میمونم کوادرات. این میشه x کوادرات جمع 2x جمع h کوادرات و بیایم میمونیم جاش چی میشه؟ x کوادرات جمع 2x جمع h کوادرات مینوس x کوادرات تقسیم h میشود. و از اینجا میبینیم که هر دو این اختصار میشود. لیمیت رو بخش فراموش کردم موندم و چی میشود؟ برابر در اینجا دوام کنم. لیمیت h به 0 اگر نزدیک شود 2x جمع h کوادرات تقسیم h. این نمودی لیمیت رو چه کار میکنیم؟ نگاه کنید اگر جای h 0 0 تقسیم 0 میشود. این کار کرده میتونیم
یا اینکه ما میتونیم با قوس رو اگر جدا کنیم، h رو اول بیرون گرامه 2x جمع h تقسیم h میشه. در اینجا h رو دیگر رو اختصار کنم چی میشه 2x جمع میشه. h اگر خیلی هم رقم 9 یعنی به 9 نزدیک یعنی 9 گویم میشه، این به 9 برابر است و چی میمونه 2x میمونه. یعنی حاصله x کوادرات این به 2x برابر است. در درس آینده یک چند با سوال کار کردن حرکت میکنم با نموده این فرمولا.